دروغ کجاست؟ حقیقت کجاست؟ در حالی که اون هنوز خدای بزرگ و توانا هست و میخوام که دنی رو حفظ. نفهمیدم چطور به تو مربوطینی؟ یادت رفته تا چند رو پیش چقدر گرفتار و بدبخت بودی که میخواستی خودتو بکشی؟ ساختم در پایان داستان با شنیدن درد و رنج بسیارم آه و ناله سرداد و به کیش و آیین خود سوگند خورد. سرگذشتم. آقای دوایز، مدرسه سر ساعت 3 بعد از ظهر تعطیل میشه. ما خدمات نگهداری بچه. در این کتاب یاد کن مریم را، آن دم که از خانوادش دور شد و به یک نقطه شرقی پناه. نمیتونم ساکت بشینم. ولم کن. صحبت ناموسه. من نکنم قیصر این بازار چرا به خون بکشه. خالد، در دین اجباری وجود ندارد. ممکن است برای یکی سالها طول بکشد و برای دیگری چند است. در اعماق جنگل سدجریب کریستوفر جوان روزها را در کنار دوستانش به بازی کردن میگذرون. به سلام. چطورین بچه؟ نترس پسر. اگه تو بری و خدای نکرده اتفاقی برات بیفته من با جویی چی کار کنم؟ گله های روی جعبه کار یک آدم عادی نیست. میدونی من اولا بی خودی چاقوشنا تیز نمیکنم. بعضیا اینطوری فکر نمیکنن، ولی هم اگه بهتون بگم باور نمیکنی. ولی من بلدم این باد بدوم.